من به ویدیو دیگه فاز گرفت هستم و آمدیم با یه ویدیو دیگه چنل فاز گرفت و اینکه آقا آمدیم بریم در این ویدیو بسیار سم دیگه. به هر حال تایتل ویدیو دیدین اومدیم فقط ببینین قرار چجوری به فنا برم. قراره بدون دکمه W همون جلو راه رفتن بتونیم هدفمون تو این ویدیو که یه خونه بسازیم و اینکه به نظر من کار ساده ایه که باید این خونه چوبی بسازیم و اینکه ممنون میشم که حتما چنل فازگرفت رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو بزنید که ویدیوهایی که میذاریم از دست ندید. ویدیو به ترتیب شنبه، دوشنبه و پنجشنبه ساعت 6 است آپلود میشه داخل آپارات داخل یوتیوب. همیشه که حتما همراه باشین. شورتس ویدیوز هم داخل یوتیوب چهارشنبه ساعت 6 عصر آپلود میشه. پس ممنون میشم که حتما دنبالمون کنید و اینکه بچه‌ها میکروفون جدید گرفتیم دیدیم به هر حال داریم دیگه به 3 تا ویدیومون واقعا دیگه صداش مزخرف شد. برم یه دونه میکروفون رو خیلی خوب بکشم بیرون و اینکه آقا اومدیم بریم ویدیوامون رو با کیفیت خیلی میزان بریم جلو و انشالله وبکم به ویدیومون اضافه می‌کنیم. بس بریم سراغ ویدیو، لیتس گو. خیلی خب همونطور که میدونی من نباید دکمه W استفاده کنم، یعنی نباید جلو راه برم و اینکه واقعا ببینیم دوستان قسم میخورم، ببین به قاطع قسم میخورم من دقیقاً اینجا اسپان شدم. خب ببین ایزی عقب راه میریم اصلا کاری نداره اینا برام. هدفمون اینه که چی درست کنیم یه خونه چوبی. واقعا دست خوش داره همچین قضیه‌ای. خب آقا این از چوبا یه دونه دیگه هم بزنیم، یه دونه دیگه هم به سلامتی این دوستان عزیز که سابسکرایب میکنن، این هم میزنیم به اون سلامتی اون دوستانی که لایک میکنن و این هم میزنیم به سلامتی کسایی که دارن ویدیو رو نگاه میکنن. فقط عجب بایومی اسمون شدیم خدا وکیلی. الان من از اینجا گوسفند از کجام در بیارم؟ باید چجوری کنم من الان؟ باید قایق بسازم دنده. چرا این مدلی داره بهم چوب میده؟ وای مگه میشه همچین چیزی؟ چوبم هدر رفت. چرا اینجوری میکنم؟ خب آقا ردیفه باید قایقمون رو دنده عقب بندازیم بریم. وایسا دنده عقب میرونه این هستن. نه یو ابلفز کارمون زاره حاجی. دلم گرفته اما مرای آن خریمار. بریم ترالاللو ترالالا اور لیریری لاریرا. من بودم ترالاللو ترالالا. خب حالا ترالاللو ترالالا اور کدومشونو بگم؟ بالورینو کاپوچینو. ترالاللو ترالالا. خب حالا ترالاللو ترالالا اور چی بگم؟ چیزا بومباردیرو کروکودیلو. من باشم بومباردیرو کروکودیلو. حالا اینجا چی میگه؟ اینجا میگیم بومباردیرو کروکودیلو آر تون 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 سحور. تون 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 سحور. به نظر من تون 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 سحور خیلی جنگتر از بومباردیرو کروکودیلو. اصلا سلطان تون 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 سحور سلطان حاجی عشق است. خلاصه که آره اینجوری است. بریم دنبال گوسفند. حالا گوسفند از کجا این؟ به نکته خیلی ریزی دوستان عزیز دارن اشاره میکنیم این که الان من چجوری برای خودم میتونم چی بده کنم؟ گوسفند. این بایوم معمولا باید توش گوسفند باشه معمولا. اینکه نمیدونم حالا باشه یا نه. ببین کجا ما رو اسپان کرده بابا. بدبختی ها. اوه یا الله خدایا کمک من کن بذار برسم. شب شده. عنکبوت. یس که رفتیم تیبل دوتایی. قدرت سرعت شهامت بودو ماشالله بشکفر جلو. هوا چطوره؟ من نمیدونم آهنگ ایرانی چجوری تو یوتیوب حق نه کپی رایت چجوری داره؟ من واقعا نمیدونم. یه تیر 2 تا تیر خورده به دستم ولی کریپر حق است. یا بلفت چی دارم میگم؟ بابا اینجا چرا اسکلتون هست؟ مردم حاجی دارم میمیرم. با دیگه من مردم کار من تمومه حاجی.
آقا این طرف ها الحمدلله زامبی نیست. دوتا لاک پشت داریم اینجا که خیلی گنگستن. گنگستر شهر عامل بومه. دن نقب دن نقب دن نقب. اوه بنازم این بر این بر بیا این بر بگیر چپ بگیر چپ. کریپر بد. من واقعا حاضر نیستم تا اینجا بیام بعد یه کریپر منو بزن اینجا بتره کنه. واقعا کلا ماینکرافت رو از بیخ پاش میکنم اگه بخواد یه الان یه همچین اتفاق اینجا بیفته کریپر بیاد نکوتمون کنه. در حضور شما پشمام. نه آقا من یه چیزی گفتم حالا شما چرا باور کردین دوستان عزیز؟ چجوری اینو رو من بکشم؟ من که واقعا دیگه هندل نمی کنم چیزی رو. الان یک کریپر از پشت به پارت. خدا به سر شاهد خیامت میکنم اینجا. خب این از این. چجوری اون مرغ من الان بزنم؟ ببین کجا میره میگیره. وایسا ببینم ها. چیه؟ بیا جلو. کجا رفتی؟ موجی هی داره بابا بمیر دیگه چرا نمیمیره؟ خب آقا تا الان همه چی اوکیه. صبح بشه و یه گوسفند برای خودمان دست و پا کنیم. به به شب زیباییه. به گوسفند تو چیز رفته تو چیز اسکلتون هم من الان از 10,000 کیلومتری شناسایی کرد و میام این بالا که اومدیم چیکار میکنیم؟ شوبا رو میکشیم بیرون. سنگا رو البته چند تا بلاک میذاریم میریم بالا از منطقه دور میشیم. حالا چیکار میکنیم؟ یه تورچ میذاریم اینجا. تورچ میذاریم اینجا. آها حالا منتظر میشینیم تا این چی بشه. چو بخورمتون. حالا میدونیم چی میشه. حالا منتظر میمونیم این گوسفندا از اون لونه بیسابشون میان بیرون. ببین گوسفند نیست به اون اسکلتون است که منم الان اصلا قادر به فایتینگ نیستم اصلا. من برم تو کریپرم در رو وای ماچ به نظرتون میتونه ببین 3 تا گوسفند کلا قراره بزنم. خب یه لحظه وایسی من نقشه بشه. ببین خیلی خب ببین الان ما باید این نقشه بشه. 3 تا گوسفند داریم که یه بره درخت کریپره. کریپره قیب شد. لیتس گو. بس سلام 3 تا گوسفند رو بره سریع بزنیم.
بریم اونجا اول چیکار میکنیم؟ تورچ تورچ میچینیم. خب فولا دنقه بگیر. اول بزن اون کریپر کارشو درست کنم. کریپر جان بیا منو بخور. خب تمام. حالا تورچا رو قشنگ اینجا بچین. ماجی میگم گوسفندا رو نکشه. یه دست خوشه دست در دست در بسم الله الرحمن الرحیم. فاز گرفت هستم. خیلی خوشبختم. یه خواب راحت اسمی دریمز. یه خواب راحت. بسوز دلم میخواد کباب شه. چقدر هوا خوش رنگ شده. هوا چقدر خوشگله. واقعا بعضی تا احساسشون یعنی قدرشون قادر. همین اینجا اینا کنار این درخت یه خونه تمیز خوشگل. به چهچهانی گوسفندان عزیز. ماچ به همتون ها. بس سلام. تورچالا بذار بردارم چیز نشون. اول بدنه این خونه رو ردیف میکنیم. حالا چیکار میکنیم؟ حالا اینا رو میچینیم. اوه چقدر داره میچسبه به من. چقدر مشکل بوده همیشه من خبر نداشتم. واقعا چی بگم من؟ دیگه تمومه. خب این تخت این برلیس اینم که رفتیم تیبل زاپاس. خب آقا بس سلام. سقفم حالا سقفم خیلی مهم نیست. سقف رو دردنیم. به حالا من میخوام سقف نباشه به ستاره رو بگیم. و سلام. اینم از ریسپان پوینت و اینم از این از یک، این از دو، این از سه. آقا اگه میگید نمیدونم ولی میگید بعضی هستن میگن سه تا تورچ میتاشته ببخ بمدنم میگن. ولی برای شما که دلتون نشکنه اینم یه تورچ هستن 4 تا 10 تا میزن عشقی میزن. و سلام. آقا بناسم درخت خونه بخواستم ویوی بشه باز چیه چرا من میخوام خونه اصلا عشقم میکش خونه دونه بشه میسازم 2 تا در بشه و سلام. آقا رسیدیم به پایان این چالش خیلی سخت. من که پاره شدم واقعا پاره شدم. چجوری بدون جلو را رفتم موقع میشه آدم بازی کنه؟ منم تا اینجا آمدم هنر کردم واقعا. و این کنان بچه‌ها این تیکه آخر پایانی ویدیو رو منم دوباره بگیرم چون صدای میکروفون اونجا دستم خورد یه لحظه سیمش نمیدونم چی شده صدای میکروفون خراب شد. الان منم دوباره رکورد کنم. من که ممنون شدم که حتما من اینکه خستگی تن من در بره چنل منو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلشو بزنید که ویدیو گذاشته براتون پیامک بیاد و از دستش ندارم ویدیو رو. من که اگه از این ویدیو خوشتون من لایک کنید و نظرتون درباره این چالش‌ها داخل کامنت ها برای من بنویسید. من که میخواین چه چالش دیگه ای برم داخل کامنت ها باز بنویسید برام. برید چشم ارز شما تو کامنت ها بنویسید برای ما سنده. به هر حال کلمه لغت دیگه ای پیدا نکردم میگم
من که آقا تا چالش ویدیوهای بعدی اینجور چیزا آقا فعلا تا درودی دیگر بدرود.